آقای موسوی شما 10 ثانیه فرصت دارید این درصدها رو به من یاد بدید وگرنه یکی از دانش آموزان خط پرپر قرمز میشه. منن دانش آموزان بهت میگم باشه کاری نداشته باش بهت میگم باشه گوش بده 20% عدد سی یه صفر میگیم 2 ضرب در 3 مساوی 6 یه صفر 5 ضرب در 8 میشه چقدر 40 30% عدد 12 یه صفر یه اعشار 3 ضرب در 1 و 2 دهم مساوی چقدر 3 و 6 دهم نه مشتبه قطعش نکن ادامه بده خب ببینید اما چرا این چنین چیزی هست ما میدونیم که تو ابتدایی برای به دست آوردن درصد از نسبت تناسب استفاده میکردیم مثلا میگفتیم 20% عدد سی میگفتیم 20% چقدر میشه از سی و میگفتیم علامت سوال مساوی میشه با 20 ضرب در سی تقسیم بر 100 خب ببینید اینجا ما میتونیم به جای اینکه اول ضرب کنیم بعد ساده کنیم میتونیم اول ساده کنیم چون بینشون ضرب بعد ضرب کنیم تقسیم بر 10 میشه 3 این میشه 10 تقسیم بر 10 میشه 2 این میشه 1 پس 2 ضرب در 3 میشه چقدر 6 یعنی به جای اینکه اول ضرب کنیم و تقسیم کنیم میتونیم اول ساده کنیم انگار دو بار داریم تقسیم بر 10 میکنیم بعد ضرب میکنیم و برای اینا هم همینطور هستش خب اما حالا یه نکته من بگم شما دلیلش رو بگید نگاه کنید بچه‌ها به جای اینکه بگیم 26% عدد 50 چند میشه میتونیم بگیم 50% عدد 26 میشه خب 50% هم یعنی نصف دیگه نصف 26 چقدر میشه؟ میشه 13 پس 26% عدد 50 میشه 13 شما به هم بگید چرا اینجوری میشه یا علی